وقتی برگشتن اومدن این ماجرا وضعیت شما بسیار بزرگ می شود. یک نامه دیگه از حصار رسیده است. سلام برادر، ما از حصار میشویم. جماعت میرزا ترسنزاده، دهه قهرمان. ما قریب 1000 خواجگی و بیش از 9000 اهالیم. از دوره سیوز جای آب داشتیم، چای آب داشتیم. همان جاها رو فروخته رئیس جماعت با رئیس ناحیه در یک پولدار از بیله‌دوز گفتنی جا که خلق بیله‌دوز در مرکز حصارند، 70% چاپلوسند. باز رئیس محلمون جوانی یاشای خسته مبارزه برزیدی همین حرامخوران 10 روز می شود که محکمش کردیان. سیزده رئیس محلمون 37 ساله بچه که قرآن خوان با ایمان حجم رفته آمدگی تهمتش کرده استن سلفی و اخوانی. حتی این مردم نمیدونن که اخوانی چیه، اخوانی می نویسن نمیدونن، برای که یک چیزی دروغ ایده آخه تهمت به مردم است. گروه بالا گفته خلق قشلاق مکتب میسازیم، گفته کاری مکتب سر کردن. 2 اتاژه 18 صنفخانه خلق عکس کرد. ساختمان رئیسمان که جواب نتین رئیس مونه که جواب نتین نمیسازیم گفتن. رئیس ناحیه خلق ترسانده که بچه هاتون شوهاتون ترمه میکنم. خلاص ما بسیاری همون رسیده‌ایم، نصیب باشه رویم ما اکتبر را بعد میبینیم که چی پرابلم ها را ما سر میکنیم. خب این تهدید مردم است. ما را دادر سالمون با جای رسیدگی است. خلاص بسیاری هاش نمیفهمیدن این رژیم خونخوار را که منفعت یک آدم از 9000 کس بالا است. ما رویم زیاده از 250 نفر آدمی دلپوری خودمان داریم. اول ای رئیس جماعت سر می شود کار انشاءالله. خب یک گوشرس کرده مانیم برادر محمد اقبال. انا همین مکتب خلق باید بسازه. خب عکس هم روان کردگی هستند ولی نمیدونم عکس در من فعلا چون نگرفتم دیگر عکس. رستم بیدلوف از دهه ما است. خش و تباری داره با مردم ما. پلکونیک در واروق پروندنش 15 سپتامبر 2019 سال. همین مکتب به نام 6600 خواننده میخونه. باز یک کورپوس نو خلق گفته کار سر کردن که همین وضعیت سر رئیس محله آمد. خلق گفتیم بس کن این کار اون انسان نسوس آب میگرفتگی گفته که چوچک مونده خلق آب میتون خلق 3 ماه تا خط کنه بریم. خب مثلا که یگان چی نکنی شما خلق کنی یگان پول ملتی چیزی خطونه به هیچ کس پول نتین از چوچک پول بتین یگان گپ خبریه. یعنی که اینا خوب دیگه ما رسونده معلومات به شما اوش دیگه میدونه و دیگه تهمت قطعی و سلفی و غلفی و نمیدونم اخوانی و هر چیزی که میخواه همین جنایت. ولی مردم انشالله که میآیند. وقتی برگشتن اومدن این ماجرا وضعیت شما بسیار بزرگ میشه.